زیرا زمانی بود تو هم راه کشتن نمیتونستی، من همین قامت بلند خم میکردم و دستی ترم میگرفت. و این روز مرا در بستر مرگ دیدی، برای مرگ ما گریه نکرد. چرا؟ زیرا روز مرگ بالای تن میآید. میگه درد مادر زیادتر میشود، شب نالیش میکنه. فرزند به سیاست میگه نمیشه مادر آواز تا پس گیری، تو نالیش کردی من خواب نمیبره، کلین تا خواب نمیبره. کمتر میگه میل است. یک چند لحظه بعد صدای مادر خاموش، فرزند به راحت خواب میره. سحر میخیزه که مادر از دنیا گذشت. دیگه در حوصله منزل قبرستان از سر منزل میره، اویلش هم مکتوبش میده که همین شب مادر مکتوب نوشت پیش از مرگش: بچه جان، تا این روزه من هر دعا و هر خواهشی که از خدا کردم برای خودم نکردم، برای تو کردم. لیکن این شب دیدم که طاقت شنیدن آوازی من ندارم. امشب آخرین خواهشم از خدا، همیشه برای خودم نمیکنم، برای تو میکنم. خداوند جان مرا بگیره که تو آرام خواه روی و دیگه تو را ناراحت نکن. لا حول ولا قوة الا بالله. مادر به مرگ خود راضی است، اما به ناراحت شدن فرزند راضی نیست. در نماز یک دعای عجیب میکنه: اللهم اغفر لی و لوالدی. خدا اول خود ببخش، بعد از آن پدر و مادر ما ببخش. چرا اول خود ببخش؟ چرا اول پدر نه؟ چرا اول مادر نه؟ خدایا مرا ببخش تا دعایی که در حق پدر و مادر میکنم قبول شود. اگر تو مرا نبخشی دعام قبول نمیشه. به همین خاطر اول باید در نفس خودمان دعا بکنیم، بعد از در حق پدر و مادر دعا بکنیم. جنت یک منظره هست، همه آرزو داره که جنت بروند. انبیا، اولیا همه میخواهند که جنت بروند. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت وقتی از خدا جنت میخواهیم، میانه جنت ها بخواهیم. جنت میگه خدای روز قیامت میگه خدای تو اینقدر مرا منظره زیبا کردی که همه هوسی مرا میخوره، اما مرا این بی‌قدر کردی که زیر قدم مادر کردی. دوزخ میگه خدایا تو مرا خلق کردی که من انسان گناهکار نیست و نابود کنم، اما یک بار پدر یا مادر در حق فرزند دعا میکنه که او از دوزخ خلاصش کنه. علما میفرمایند سه چیز نگاه کردن عبادت است: یکی قرآن، یکی بیت الله، یکی چهره پدر و مادر را تماشا کردن. علما میفرمایند اگر بخواید دعاتون قبول شود، در چهره پدر نگاه بکنید، در چهره مادر نگاه بکنید، دعا بکنید، الله دعای شما را رد نمیکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اگر کسی پدر و مادرش در دنیا زنده باشن، حیات باشن، دو دروازه جنت الکی در اختیارشون هست. اگر یک تاشون باشه، یک دروازه جنت در اختیارشون هست. رسول الله گفت که وای بر حال همون کسی که پدر و مادر را دریا کنه و جنت نرود. وای بر حال همون انسان. قرآن عظیم شان عجیب نصیحت میکنه. میدونه که وقتی که پدر جوان هست، سیاست داره، اما عمر پدر یا عمر مادر کم بالا رفت، الکی سیاست بالعکس میشه و سیاست در فرزند میشه. قرآن عظیم شان نصیحت میکنه که ای مسلمان، زمانی شو پدری تو یا مادری تو کلانسال شو و محتاج به تو شو، قطعید که صحبت کردن در جواب اما اوف نگو. اوف ای پسترین سخنه. وقتی خدا میگه اوف نگو، دیگه از اوف هر چیزی که بالا باشه باید ما او را نکنیم و نگوییم و بگیم که خدا پدر و مادر ما را رحمت کرد، چگونه ما میدهک بودیم و تربیت کرد و کلام کرد. الله رب العزت میگه وقتی جناح در پیش پدر خطا پهلوان نگی، بازوهات شکسته بگی. چخیلی که اگر پرنده را نگاه کنه مهربانی میکنه، فرزندش زیر بغل میکنه، الله میگه ای جوانی پهلوان در پیش پدر خطا پهلوان نگی، بلکه پدر و مادر زیر قنات خود بگی. بعضی علما قنات ترجمه به پایانداز میکنن، میگه در پیش پدر و مادر مثل پایانداز باش، سرخم باش. الله رب العزت چه نعمت بزرگ برای ما و شما داده است. این پدر و مادر خیلی یک نعمت بزرگه. چهرهشون، نگاهشون برای ما عبادت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن همون لحظه ای که شما دیدن پدر و مادر از شما راضی است، بدانید که همون حالت خدا از شما راضی است. و اگر